یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، حامیان حقیقی اسلام، برادر و خواهر مسلمان، اگر از یهودیان پرسیده شود برترین انسانها نزد شما چه کسانی هستند، خواهند گفت یاران موسی علیه السلام. و اگر از مسیحیان پرسیده شود برترین انسانها نزد شما چه کسانی هستند، خواهند گفت یاران عیسی علیه السلام. اما هنگامی که از شیعیان رافضی پرسیده شود بدترین و پست‌ترین انسانها نزد شما چه کسانی هستند، خواهند گفت یاران محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آری، یهود و نصارا بهتر از شیعیان حرمت یاران پیامبران خیش را نگه می دارند. این کلیپ را با هم ببینیم تا این مسئله روشن‌تر شود. ضربه‌ای که اسلام از صحابه خورد از هیچ کسی نخورده، چون این صحابه بودن که مقابل اسلام ایستادن، صحابه بودن که تو سقیفه اصلا خط اسلام رو عوض کردن. الله عزوجل در وصف یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه الله جهاد کردند و همچنین کسانی که پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی اند، برای آنان آمرزش و روزی شایسته است و نیز به آنان وعده بهشت داده شده است. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لیکن پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال خود و جانهای خود در راه الله جهاد کردند، نیکیها همه از آن آنهاست و آنانند که رستگارانند. الله برای آنها باغ‌های از بهشت آماده کرده است که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. این کامیابی بزرگ است. حال ما کدام سخن در مورد صحابه را باور کنیم؟ سخن پروردگار یا سخن این آخوند؟ اسلام از صحابه ضربه نخورد، بلکه توسط آنان در پهنای گیتی گسترش یافت. آنچه پرواضح است، اسلام توسط دشمنان صحابه ضربه خورد، کسانی که به جای پیمودن راه آنان راه و روش دشنام و نفرین برگزیده و با ترویج منهج تکفیری خود تمام صحابه بجز 3 نفر و دوستداران آنان را از اسلام خارج می کنند. اینها همان رافضیانی هستند که در طول تاریخ دست در دست دشمنان اسلام داده و بر علیه مسلمانان توطئه کرده اند. براستی چرا در طول تاریخ حتی یک بار رافضیان بر علیه دشمنان اسلام جهاد نکرده اند؟
و یک وجب از جهان اسلام را فتح ننموده اند. آیا جزی نیست که آنها تنها با مسلمانان سر نبرد دارند و تاریخ بر آن گواه است؟